به این باشیم که حداقل یه قسمت از کلیک رو با این گوشی‌های موبایل بزنیم. اصلا فکر نمی‌کنم که فیلمبردار ما چندان از این پیشنهاد خوشش بیاد. البته پیشنهاد قابل تأملیه، باید بیشتر روش فکر کنیم. اما حالا بریم سراغ بیتا، وب‌نورد و وبسایت‌های ما. توی اینترنت سایت‌های زیادی برای نمایش آمار و ارقام شبکه‌های اجتماعی پیدا میشه. از اونجایی که گوگل پلاس هنوز یه جورایی تازه است، آمار و ارقام چندانی ازش در دست نیست. اما سایت سرکل کاونت اطلاعات جالبی درباره گوگل پلاس به بازدیدکننده‌ها میده و نشون میده که کاربرای این شبکه اجتماعی در چه موقعیتی قرار دارن. برای بعضی از کاربرا جایگاهشون توی شبکه‌های اجتماعی اهمیت زیادی داره، خصوصا اگر ارتباطاتشون با مردم توی کارشون تاثیر زیادی داشته باشه. خب برای این دسته این سایت میتونه کمک کنه جایگاهشون رو توی گوگل پلاس بسنجن و ببینن توی دایره‌هاشون چقدر نفوذ دارن. نام کاربر مورد نظرتون رو توی موتور جستجو وارد کنید و سایت آمار و ارقام مربوط بهش رو بهتون میده. اینجا میتونید علاوه بر رتبه خودتون به رتبه آدمای مشهور و حتی شرکت‌ها و سایت‌ها هم دسترسی پیدا کنید. اگر اینا کافی نیستن، نمودارهای مربوط به آمارها هم براتون موجوده.